هفته خبر تو خبر داره براتون از راه اندازی کارناوال 13 آبان برای جلوگیری از شرشر بسیجی‌های گیج خورده از زهرخوران خامنه‌ای که نشون داد سیدعلی تو نرمش ذلیلانش حتی نای مان افتادن و دست برداشتن از شعار مرگ بر آمریکا رو هم نداره، چون دست برداشتن از شعار مرگ بر آمریکا همان و ریزش ساندویچ خورهای نظام همان. شعار مرگ بر آمریکا الحمدلله نهادینه شده است. آمریکا شیطان بزرگه و مبارزه با شیطان تا آخر دنیا ادامه داره. در حالی که تو نیویورک قرار بود گذشته رو به فراموشی بسپارن و دار و دسته روحانی تا یک قدمی بغل تو بغل شدن با شیطان بزرگ پیش رفته بودن، حالا یک ماه بعد سیدعلی برای که رقیبش دور بر نداره پرونده سفارتگیری رو گذاشت رو میز و تا تونست بادش زد و با بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا تسخیر کردن، اثبات کردن که سفارت آمریکا لانه جاسوسیه و اون حرکت بزرگ و اون سیلی رو بر گوش استکبار نواختن. امروز هم این حضور پرشور دانشجویان و تأکید بر همون آرمان خواهی و عدم تسلیم و اینکه ملت ایران یک ملت مقتدره. تو جریان باد زدن به همین داستان سفارتگیری تیویریش خامنه‌ای یه اسنادی هم از اکبر کوسه رو کرد که نشون بده همین سینه چاک امروز جام زهر یه زمان پوز ضد استکباری هم میداده. ما وقتی که مواجه شدیم با قضیه گروگانگیری واقعش این که ماها هیچ نمیدونستیم، یعنی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتیم و روزهای اول فکر میکردیم که قضیه به سادگی حل بشه، تمام بشه. کم کم فواید قضیه روشن شد و ما فهمیدیم که ما اشتباه میکردیم، برای اینکه ما سیاست خارجیمون خط نداشت تا اون تاریخ این جریان خط داد به ما. ما در واقع ضد آمریکایی و ضد امپریالیسم بودیم اما نشون نداده بودیم. این روشن شد و برای ما خیلی ارزشمند بود. ملت ما راهش رو پیدا کرد. اگرچه اون زمان قرار بود ماجرای سفارتگیری خیلی خودجوش جلوه داده بشه که انگار بالایی ها بیخبر بودن، اما امروز دیگه این حرفا به جوک شبیه شده، چون خود تیویریش بند و آب میده. چون بعضی فکر میکنن تسخیر لانه جاسوسی یه حرکت هیجانی و هماهنگ شده نبود. نه، از زمانی که انقلاب پیروز شد سفارت امریکا کاملا تحت کنترل و نظارت بود. رفت آمدایی که میشد تمام اینا کاملا پروندهش مشخص بود و بر همین مجموعه اطلاعاتی که جمع آوری شده بود تصمیم به این کار گرفته شد و حضرت امام هم این عمل رو پشتیبانی کردند. این شیلنگ تخته های ریز و درشت های نظام حالی از عظما گرفته که بسیجی های آبغورگیر مجبورن برای حال آوردنش از این ذکر مصیبت ها بخونن. شعار انقلاب ما شعار مرگ بر آمریکاست، نرمش با دشمن هرگز برای سازش نیست. این هاپوی کت شلواری پاسدار طلاییه که یه زمان با اونیفرم انتظامی پاچه ملت رو میگرفت، حالا که کت شلواری شده قپی میاد در حد لالیگا. یه روزی من اومدم تلویزیون به مردم تهران عرض کردم که استفاده از تجهیزات ماهواره به حسب قانون خلافه. مردم جمع کردن. چرا؟ وقتی صداقت رو در رفتار و گفتاری مدیر اون زمان دیدن. عجب، اگر این صداقت مسئولینه پس حتما اینها هم صحنه های جمع کردن ماهواره ها توسط مردمه ها. سوتی بعدی مال این یارو شیخ الاسلامه که میاد از ویژگی های دموکراتیک نظام تعریف کنه که یهو جوگیر میشه و خودتون تماشا کنید. ولی مهمش اینه که شما یه نظامی ساختید مردم سالار با عزت، از بالاترین مقامش تا پایین ترین جزءش با رأی مردم انتخاب میشه. چی شد؟ از کجا تا کجا؟ از بالاترین مقامش تا پایین ترین جزءش با رأی مردم انتخاب میشه.
کشوری که در آن جمهوری اسلامی می باشد و نامش جمهوری اسلامی است باید تمام جواهر و اعضای آن اسلامی باشد و نایب امام زمان در آن حکم فرماست و نگاه دارنده آن است. ما باید اول پایگاه ها را از مدارس شروع کنیم و سپس به دانشگاه ها انجام بگیرد. حالا یک گزارش از وضعیت شجاعت بسیجی ها بعد از نرمش ذلیلانه در مذاکرات. کار میکنی محمد؟ برو. شرمنده آقا، کار من نیست، ببخشید. یعنی چی مسخره بازی چیه؟ نمیتونم اصلا، کار من نیست. فیلمه این. شرمنده، ببخشید آقا، کار من نیست. شرمنده، ببخشید. یعنی کار من چی؟ نیست. شرمنده. نگیر آقا، کار من نیست، ببخشید، نگیر. حالا خود این یارو که از ترس پس افتاد نارنجک رو بر میداره میره پیش جماعت جام زهری تا اونا رو چک کنه. میگه نارنجک جنگیه، خدمت شما باشه. حاضر آقای ولایتی همچین از خودگذشتگی از خودشون نشون بدن در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی، خاک مقدس جمهوری اسلامی، مردم. نه فقط ما، تمام ملت با تمام وجودش محکم ایستاد. الان یکی از دلایلی که غربی ها آمادگی خودشون رو برای تعامل با ایران نشون دادن، متوجه شدن که در این 33-4 سال هر چی فشار آوردن کشور ما قوی تر شده. آخه تو اگه میخواستی ضامن بکشی پس چرا رفتی پای مذاکره و زهر خوردن؟ داستان استفاده از نارنجک توی مذاکره مثل استفاده از RPG برای ماهیگیری میمونه که ظاهراً به هم ربطی ندارن، ولی تو روزگاری که هر کسی تو نظام یه لگدی به عضو میزنه، این دکتر علفی استراتژی نظامم روی خط قرمز ولایت بریک میزنه تا خودش رو بالا بکشه. شما همه حزب‌ها و اشخاص سیاسی را زیر سوال میبرید، ولی چرا از رهبر هیچ انتقادی نمی‌کنید؟ من همه حزب‌ها و اشخاص سیاسی را زیر سوال نمیبرم، برادرانه نقدشون میکنم. گوش نکردن خودشون ضرر میکنن. مطمئن باشید موردی باشه تذکر داده بشه مسئله پیش نمیاد. اما اون جایی که مشنگیش میزنه بیرون، جاییه که میاد تو عرصه زبان خارجی تز بده که ملق بزنه. انتقاد بد جا افتاده. انتقاد یا نقد عربی رو بذاریم کنار، به انگلیسی بگیم. به انگلیسی نقد در لاتین میشه کریتیکال. با چی تعریف میشه؟ هم خانوادهش میشه کرایسیس، یعنی بحران. این که یه آدمی داره اینجا راه میره، شما میدونید اگه بره الان میفته تو اون چاه. اگر اینجا کریتیک نکنید، برخورد کریتیکال نکنید، نقد نکنید، این میره بیفته توی چاه، یعنی کرایسیس به وجود بیاد، یعنی پاش بشکنه، بحرانی بشه. منتقدین نتیجه گرفتن که با همین استدلال مشنگی، عباسی و پاپاسی و گیلاسی هم از این به بعد هم خانواده اعلام میشن. گوشمالی دادن بسیجی‌ها که به نظر میرسه به یکی از سرگرمی‌های محبوب جوانان ایرانی تبدیل شده، تو دل بسیجی‌ها رو بدجوری خالی کرده، طوری که بحثش به تیویریش هم کشیده. همین امسال اگر که خاطرتون باشه موارد زیادی رو در چند مورد رو زیاد نگم، چند مورد ضرب و شتم داشتیم درباره کسانی که امر معروف و نهی از منکر داشتن و در چند سال اخیر هم از این دست موارد زیاد داشتیم. اصلا نباید اتفاق بیفته، اما بعد از اینکه اتفاق میفته که دیگه مجبور، یعنی اتفاق افتاده دیگه ما پیگیری میکنیم. حالا بشنوید تبلیغ آبگوره‌گیری رو از زبان این گوریل انکرالاصوات خامنه‌ای. این کجا گفته، کی گفته گریه مال بدبختیه؟ همه اصلا بشر ذاتش اینطوریه، با گریه کردن آروم میشه. بعد از گریه همیشه بهجته، بعد از خنده همیشه سردرد و ناراحتیه. خب ما دراز مدت فکر کنیم دیگه. این هم یه گریه بهجت بخش برای آروم کردن روح و روان. اینجا میخواستن بین یه عده نور چشمی جایزه خیرات کنن،
اما براش اسم نداشتن که اسمش رو گذاشتن جایزه ملی بقراط. حالا اصلا بقراط کیه؟ شما خودتون در مورد بقراط اطلاعی دارین که اهل کجا بود و سوگندنامه و آثارش چیه؟ حتما همینطوره. بقراط از دانشمندان عزیز کشورمون هست که در زمینه سلامت فعالیت‌ها و خدمات ارزشمندی برای کشور انجام داد. نمیدونید اهل کجا هست بقراط؟ فکر کنم اهل انگلیس. رویانیان شما کجا، اینجا کجا در مورد بقراط؟ ما آدمیم دیگه. یکی از دستاوردهای دولت اعتدال مخفی کردن ساز تو تیوی ریش با چوب گلبنگلی به جای پارچه مشکیه. به این میگن اند اعتدال. موسیقی ایروبیک. این نمیخوره این آهنگا به اینا. چی میخوره؟ نمیدونم. یه چیز تو که نمیدونی همین کاری که من میکنم حداقل انجام بده. حالا توجه شما رو به 2 نمونه دیالوگ آموزنده تو تیوی ریش جلب میکنیم. من میخوام با شما برخورد بدی بکنم و شما هم با من بد برخورد بکنین. موافقین؟ بله چشم. این چه برنامه بیخودیه که دارین اجرا میکنن؟ شما چه شنونده بیخودی هستین که این اصلا شما مجریگری بلدین؟ نه پس شما احمدزاده رو شما فراری دادین. نه خیر، شما همه خانواده ها رو بدبخت کردین. بسیار عالی. دیدین که موشک جوابه؟ موشک بود. در نتیجه این آموزش این مناظره خلق شد. هیچ کسی منکر این نیست، ولی اجازه بدید. نه اجازه فرمایید. واسه اینکه این شما برای اینکه ببینید بازم آقا من ساکت بودم شما حرف می‌زدید. نه شما در چه لطف کنید ساکت باشید. شما ساکت به اندازه داره. شما باید این وسط. آقا جان من فقط به شما گفتم اجازه بدید من صحبت کنم، نه اینکه در حال صحبت کردن شما دائما حرف می‌زدن. حالا بفرمایید شما اینا رو یاد بگیرید یک کمی آقای عزیز. شما یاد بگیرید. این آخوند نقویان رو مدتی بود که تو تیوی ریش راه نمیدادن چون سیگنال های ریزش میداد. اما بالاخره بعد از یک دوره سایلنس دوباره سر و کلش پیدا شد و باز هم قیقاج رفت و دوروی آخوندا رو لو داد. یکی از دوستان شما میگه هر وقت این شیخ میاد ما تن و بدن مثل بید میلرزه. این ارزیاب ها میگن این خارج از چارچوب حرف میزنه. تو امریکا مثلا اروپا یه خانومی که میاد روی صحنه، پشت صحنه و روی صحنهش یکیه، ولی ماها اینجوری نیستیم. ما روی صحنه خیلی میگیم میخندیم، پشت صحنه تام انجری هستیم. یعنی اینجوری اگه بنده و خانم کنار هم بشینیم خیلی موسی و مادمازل با هم هاواری و آی لاو یو تیکه پاره میکنیم، بیرون دعوامون. همین شما که از خانواده شما در صدا و سیما چقدر مطلقه دارین؟ چقدر ها؟ قبول ندارین؟ اصلا ندارین؟ نه میگم زیاد. بله زیاد دارین و صداش هم در نمیاریم. وقتی فقط هم مال صدا و سیما نیست، همون آقایی که همون خانومی که از شوهرش طلاق گرفته زنش رو طلاق داده میاد اینجا از خانواده برای ما صحبت میکنه. این خیلی خنده داره. یعنی این در انتها توجه شما رو به یک ستاره هنر هفتم جلب میکنیم که با این حس گرفتن و میمیک صورتش 50 سال دیگه میتونه نقش اول اشک‌ها و لبخندهای 2 بشه. I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's